伊朗局勢惡化，全國超過60座大中城市上萬人反政府示威，首都德黑蘭反政府示威升級，超過10萬民眾上街抗議，並火燒包括政府大樓嘅多棟建築物。伊朗政府全國封網，切斷互聯網及所有電話通訊。美國總統特朗普再次明確，若果伊朗政權鎮壓，美國將介入打擊伊朗政府。哇موتوراشون آتیش زدن. موتوره یا خدا حاجی، موتوراشون بگار است. دارم میگیرم همه رو. آره دیگه. ماشین های بسیجی ها آتیش زدن. این ساعت ها یه دار وقت به غذای این ساندویچی ها رو میبردن بدن بهشون. مردم آتیش زدن. بابا صاحب خرش ها دارم برد. وکیل‌آباد مشهد. رضا شاه